1 سال تمرین صداسازی میتونه نابود بشه اگه 45 دقیقه پشت سر هم سرفه کنید. بعضیا خودشونو گول میزنن برای اینکه صدا صاف نکنن سرفه میکنن. بدونید که سرفه میتونه قاتل صدای شما باشه. میدونم که نمیشه جلوشو گرفت بعضی وقتا، ولی میگیم تا جایی که میتونید کنترلش کنید. از اونور بغضی که تبدیل به گریه نشه آسیب بسیار جدی به تار صوتیتون میرسونه. حجم زیادی از هوا زیر تار صوتی گیر کرده و باعث آسیبش میشه. حالا عطسه خوبه یا بده؟ حتما که خوبه، ولی به شرط اینکه صدادار باشه. از این عطسه‌های سیه نباشه. عطسه‌های بلند بسیار زیاد میتونه تا مقدار زیادی گرفتگی‌های اندام صوتی شما رو برطرف کنه و خمیازه‌ای که دهن باز بشه کامل میتونه اون هم تا مقدار زیادی از گرفتگی‌های اندام گفتاریتون رو برطرف کنه. مواظب خودتون باشید. اطلاعات غلط و اشتباه و دور از علم رو بدید به دل طبیعت.